سلام بچه، چطورید؟ من وحیدم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بچه اومدیم با یه آموزش خفن دیگه. یه پله مخفی براتون آوردم، برای خونه هاتون میتونید استفاده کنید. خیلی خفنه، جدی دارم میگم. حالا بریم با هم ببینیم و بعد اتمام ویدیو هم مثل همیشه لایک، کامنت، دنبال کردن یادتون نره. روبیکام توی توضیحات هست، حتما جوین بدید که در روز توش کلی براتون مود ماینکرافت موبایل و گیم موبایل براتون میذارم. برو بریم، لیتس گو. خب بچه ها چطورید؟ آقا بریم که داشته باشیم. بچه ها لوازم مورد نیاز برای ساخت پله مخفی. بچه ها پله چوبی نیاز داریم، بعد بلاک چوبی نیاز داریم، چیزایی که اینجا زده اسماشون هم بالاست. استیک پیستون نیاز داریم، این آیتم فریم رو نیاز داریم، همون تابلویی که روش میشه وسیله وصل کرد. شمشیر نیاز داریم، هر نوع شمشیری. بعد ارزم به حضورتون ردستون داست نیاز داریم. این ردستون کلید ستاییشو نیاز داریم. این دونه تو دست من چی کار میکنه نمیدونم، همین چند تایی که دیدین. بچه ها این اسمایی هم که این بالا نوشته رو بچه هایی که بلد نیستید تو قسمت سرچ آیتم بزنید براتون میاره. بریم این پله مخفی رو با هم بسازیم. لیتس گو. خب بچه ها در مرحله اول پاکسازی همیشه یادتون نره مرتب بنظم. برو بریم، لیتس گو. خب بچه ها به همین حالت میبینید یکی راست یکی بالا، یکی راست یکی بالا. هر چقدر که دوست دارید پلتون رو بچه ها همین جوری میبرید بالا. میبینید همین جوری میری بالا، یکی راست یکی راست یکی بالا، یکی راست یکی بالا و پایینیش پاک میشه دیگه. یه حالت پله تور میذارید استیک پیستوناتونو. خب بچه ها در مرحله بعدی، در مرحله بعدی شروع میکنیم پشت همینا رو چی میذاریم؟ بلاک چوبی میذاریم. ببین همینجوری پشت استیک پیستونامونا. اینا رو بچه ها بعد اینکه گذاشتید شروع میکنیم به گذاشتن پله. خب بچه ها پله هاتون هم همینجوری که دارم من میذارم. خب اینجوری از پایین استیکی پیستون بذارید، رو به خودتون میکاره. من بالا میذاشتم نمیکاش. خب بچه ها اینم که ساختید ببینید یه همچین حالتی شد. بچه ها بعد از اینجا شروع میکنید این پله ها رو شروع میکنید اینوری گذاشتن. رو هر کدوم یه دونه شما میذارید. میبینید همینجوری یه دونه همینجوری میری تا هر چقدر که حالا ارتفاع پلتونه دیگه. میتونید کوچیک‌تر بسازید، میتونید بزرگتر بسازید، به سلیقه خودتونه، این هر جور دوست دارید. خب بچه ها اینم از این داستان. در مرحله بعد بچه ها شروع میکنیم اینو پوشش دادن، چون قرار مخفی باشه دیگه. اینو شروع میکنیم پوشش دادن، غیبش بکنیم یه جورایی محو شه بین بلاکا و اصلا هر کی اینجا رو بچه ها ببینه اصلا فکر نمی کنه اصلا اینجا پله‌ای وجود داره. اصلا خیلی راحت میتونید یه خونه با یه پله مخفی درست کنید، طبقه دوم داشته باشه. اصلا برای همه سوال باشه که چجوری باید چجوری میری بالا تو. اصلا خیلی گنگ و باحاله این پله مخفیه. همه چی رو فکر بکنم مخفیشو ساختم، توی کانال هست از انواع در مخفی و نمیدونم چی و همه اینا ویدیوهاش هست. بچه‌هایی که ندیدید برید ببینید توی کانال. خب اینا هم بذار بکارم که دیگه یه دستش کنیم دیگه. میخوام اون حسه منتقل شه. میبینید بچه ها اینجا اصلا کی میدونه پله است؟ الان اینجا میبینید چقدر یه دسته، اصلا معلوم نیست اینجا پله است. شما باید دیگه این وراش هم دیوار میکشی، کسی نمیتونه پشت رو ببینه. اوکی. خب بچه ها میایم دقیقا از ردیف پشت اینجا بچه ها شروع میکنیم به این حالت 3 تا بلاک میذاریم، همین جوری که من گذاشتم از یه دیوار به اونور 3 تا دونه میذاریم. بعد دقیقا همین لب روی دومین بلاک میایم آیتم فریممون رو نصب بکنیم، شمشیرمون رو نصب بکنیم روش. و اینجا بچه ها از همین حالتی که من اومدم ببین مثلا اینجا هم میتونی، ولی از این ور دقیقا میاد پشت رو میچسبونید به دیوار، یه جامپ بیزنید اینو میکارید. فهمید چی شد؟ رو به این ور. به این کلیداش هم اصلا دست نزنید.
خب بچه ها ردستون داست منظورمه، اینو همینجوری میکشید تا به اولین پلتون که تا هر جا رفته بودید بالا. اینو انقدر میکشید بالا تا اولین پلتون. بذار دور نشون بدم. ببین یه همچین حالتی شد. اومدیم دیوار کشیدیم، اونا رو گذاشتیم و اینم یه دونه از این ردستونمون هم کشیدیم تا کجا؟ تا اولین پله‌ای که مونده به مثلا سقف خونه طبقه دوم. مثلا اینجا میشه طبقه دوم. اوکی، مثلا اینم یه ذره شبیه سازی کنم. خوراکم شبیه سازی ها، براتون ریخته یا نه؟ مثلا اینجا هم میشه طبقه دوم مثلا خونمون. اینجا یه خونه تصور کنید، دیدم که از این. برو بریم لیتس گو. بریم بچه‌ها برای تستش. من اینو بندازم اونور. بچه‌ها تست این اینجوریه که شما هر بار که کلیک راست میکنه این شمشیر میچرخه. ببینید 2 تا پله اومد بیرون. پله بعدی، پله بعدی، بعدی و در نهایت همش رفت تو. میبینید بچه‌ها چقدر خفنه. اینجا هم شبیه سازیمون خراب شده. خب اینجا هم میتونیم یه همچین حالتی خلاصه پیاده کنیم. سقف من یه ذره بد زدم دیگه. از همونجا میتونید کارو در بیارید، یا اینکه اینجا رو مثلا بیاید دوباره پله کار کنید تا به بالا. اونجا هم یه استیکی پیستون بذارید پشتش کار جمعه. بچه ها میبینید این شد پله مخفی و خفن ما. و دمتون گرم که دیدید بچه ها. مرسی از تک تکتون. تا آموزش های بعدی همه چی بعدی لایک و کامنت دنبال کردن یادتون نره. خداحافظ.